خدا با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز من اومدم بازی آرمید ایرفورس رو در چندین قسمت به طور کامل برای شما معرفی کنم. خب تو قسمت اول بیشتر راجع به موضوعات اولیه بازی صحبت میکنیم. این بازی همونطور که میدونید حدود 900 مگابایته و از مایکل یا گوگل پلی قابل دانلوده. این بازی 18 تا هواگرد داره که از این 18 تا دو تای اونا به نامهای بیتو و A330 به عنوان بمب افکن استفاده میشن. این بازی یکی از هواپیمای جنگ جهانی دوم به نام BF-109 رو داره. این بازی هواپیما انتر که همونطور باش آشنا هستید رو هم داره و در نبردهای زمینی بیشتر روی کار میره و هواپیمای آموزشی PC-7 رو هم داره و بقیه اونها شکاری و رکیر هستن و در این بازی فقط 4 تا از هواپیما شده و بقیه اونها پولیه. در بخش بالا یه بخشی نوار مانند هست که به ترتیب از چپ به راست نوشته مورنینگ، دی، ایونینگ و نایت. شما میتونید زمان بازی رو مطابق میل خودتون بچینید. در بخش پایین یه کادر سیاه رنگ هست که یه فلش به سمت راست داره. اگر روم کلیک کنید ما رو به بخشی میبره که شامل نقشه‌های بازی و همونطور که مشاهده میکنید بازی دارای 4 نقشه به نام گرینلند، وینتر، دزرت و بخش ناوی است که یکی از اونا به نام دزرت بسته است و باید اون رو بخرید. بازی زیر نقشه‌اش یه 2 تا نوار مانند داره که در یک قسمت جداگانه به طور کامل این رو برای شما توضیح میدم. دوباره اگر همون بخش کادر سیاه رنگ رو بزنید بازی ما رو به بخش دیگه میبره که شامل 4 تا گزینه اصلیه. گزینه بالا که بیشتر کاربرد آموزشی بازی رو داره و با اون کاری نداریم و اما 3 تا بخش پایینی. بخش سمت راستی به نام ریکورد فلایت، اگر شما روی هم کلیک کنید میتونید پرواز کنید و بازی به صورت خودکار از پرواز شما فیلم میگیره اگر بخش سمت چپی رو به نام ریکورد بزنید و اما اگر پلی بک رو بزنید بازی یک هواپیمای دیگه که از هوش مصنوعی بازی الهام گرفته شده رو میاره و شما میتونید با اون پرواز کنید. حالا اگر بک رو بزنید و وارد بخش داگ فایت بشیم که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این بازیه، یه رابط کاربری میبینید که رابط کاربری نسبتا ساده ای رو داره. شما میتونید دشمنان خودتون رو از 0 تا حداکثر 5، یارهای خودتون رو از 0 تا حداکثر 5 بچینید و اما یه نکته وجود داره که یارهای شما فقط F-16 هسته و نمیتونید هواپیمای دیگه ای رو انتخاب کنید. سطح این بازی به 2 بخش ایزی و هارد تقسیم میشه که شما میتونید مطابق سطح خودتون بچینید. دشمن هواپیماش رو میتونید از این بخش کادر سفید رنگ انتخاب کنید که شامل F-22، F-18، F-16، سوخ 35، P-50 و میگ 29 C هستن. یه بخش دیگه هم داره این بخش که اینجا نوشته گانالی و یه کادر سفید رنگی هم هست. اگه تیک این گزینه رو بزنید شما در داگ فایت فقط حق استفاده از توپ رو دارید و اجازه شلیک موشک رو ندارید و این قانون برای هواگردهای دشمن هم صدق میکنه. حالا بک رو میزنیم و وارد بخشی فری فلایت میشیم که یکی از جذابترین بخشای این بازیه. از چپ بالا شروع میکنیم. این بالا یک کادر سفید رنگی داره که نوشته 330. شما میتونید هواپیمایی که حالا به عنوان اسکور یا حتی سوخرسان است به این بازی اضافه کنید و از 0 تا حداکثر 3 تا میتونید این کار رو انجام بدید. برای انمی دشمنم مانند مثل همون بخش قبلی میتونید از 0 تا حداکثر 5 انتخاب کنید. دیفیکالتیش هم یا ایزی یا هارد. هواپیماش هم همونیه که در بخش قبلی بهتون توضیح دادم. اما توی این بخش دیگه شما نمیتونید یار انتخاب کنید و به جای اون باید از چیز بالتر که به عنوان سایت های پدافندی استفاده کنید. شما اگر هیچ کدوم از تیک های این گزینه رو نزنید میتونید از 0 تا حداکثر 20 تا تانک که بیشتر به عنوان تیروار استفاده میشه رو انتخاب کنید. اگر اولین تیک رو بزنید یه گروهایی میان که میتونید تا 5 تا انتخاب کنید و حتی آدم هم ممکنه توشون باشه و اما اگر تیک آخری رو بزنید سامانه پدافندی سام هم به این بخش اضافه میشه. و بخش سمت راست شما میتونید به عنوان زیرساخت‌های دشمن این بخش رو انتخاب کنید که حتی سیلو یا کارخانه رو هم داره. و بخش پایین سمت راست به نام لاوداوت سلکت شما میتونید تجهیزات جنگنده خودتون رو که برای هر جنگنده متفاوت انتخاب کنید و که برای بیدو حتی بمب اتم هم داره.
خب این از این آموزش این قسمت. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید بوده باشه. لطفا نظرتون رو با لایک یا کامنت به من بگید و چنل من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.